این گزینه رو انتخاب بکنید. در قسمت جستجو در لیست شما بیاید و ارز تونی که میخواید اینجا انتقال بدید به صرافی رو انتخاب بکنید. خب اینجا بخش واریز رو انتخاب میکنید، قسمت تون کوین رو انتخاب میکنید که شبکه‌ای که میخواید تون رو انتقال بدید در اون بستر که تون کوینه اینجا انتخابش میکنید و گزینه نسبت به ریسک عدم ثبت کامنت آگاهی دارم رو میزنید، تایید، و اینجا ایجاد آدرس اوپن نتورک یا همون تون خودتون رو انتخاب میکنید. بالا هم باید شبکه اوپن نتورک باشه برای شما. ایجاد آدرس رو که بزنید دوباره این تیک رو با گزینه تایید میزنید و با این صفحه روبرو میشید. اینجا خیلی مهمه که شما بدونید برای اینکه تون کوین رو، ارز تون رو بخواید از ولتتون به صرافی انتقال بدید باید حتما دو آدرس رو در اختیار داشته باشید. یکی آدرس خود تون کوین روی شبکه اوپن نتورکه که اینجا میبینیدش و یکی هم آدرس کامنت یا ممو یا تگ هستش. به یکی از این سه حالت این رو عنوان میکنن، تگ، ممو یا کامنت، که ما روی صرافی نوبیتکس با واژه کامنت روبرو هستیم. شما این دو گزینه رو نگه میدارید و میرید روی ولت تون کیپر خودتون. خب ما الان اینجا یک واحد ارز تون کوین رو در اختیار داریم. میخوایم این یک واحد ارز تون کوین رو انتقال بدیم به صرافی نوبیتکس و این دارایی رو اونجا داشته باشیم. خب شما میاید و وارد قسمت تون کوین میشید، یه ضربه میزنید، قسمت سند رو انتخاب میکنید که بخوایم ارسالش بکنیم. برمیگردید روی اپلیکیشن نوبیتکس. اینجا آدرس واریز رو با زدن این گزینه کپی میکنید. میایم روی تون کیپر، گزینه پیست رو میزنید و برمیگردید دوباره روی نرم افزار تون کیپر. کامنتی که اینجا برای شما نوشته شده که این کامنت هر عددی که باشه مربوط مخصوص به شماست، یعنی هر شخص روی صرافی نوبیتکس یک کامنت مخصوص داره که از اون به قول معروف استخری که نقدینگی تون اونجا قرار داره تغذیه میشه پنلش و شما وقتی تونی رو به قول معروف صرافی نوبیتکس واریز میکنید اونجا در یک ولت مرجع قرار میگیره و با این کامنت اون تون انتقال پیدا میکنه به پنل شما و اگر شما کامنت رو وارد نکنید پول به صرافی داده میشه ولی به پنل شما روی نوبیتکس نمیشینه و قابل مشاهده نیست و موجودیتون رو صفر میزنه. و اگر این کارو کردید اشتباهاً و اتفاقی این کارو انجام دادید بدونید که پولتون رو میتونید پس بگیرید ولی با طی کردن یک پروسه چند روزه و ارتباط با پشتیبانی. خب ما میایم اینجا و کامنت رو کپی میکنیم، میایم روی ولت تون کیپر و اینجا دوباره پیستش میکنیم. خب اینجا ما هر دو آدرس رو وارد کردیم. حالا گزینه ادامه رو میزنیم، کانتینیو رو میزنیم و اینجا مقداری که میخوایم از ولتمون به نوبیتکس انتقال بدیم رو وارد میکنیم. حالا من میخوام همه اون یک واحدی که در اختیار دارم رو با زدن گزینه مکس اینجا تمام موجودی خودم رو به نوبیتکس واریز بکنم، به پنل خودم در روی نوبیتکس واریز بکنم. این کارو میکنیم و کانتینیو رو میزنیم. خب در اینجا یک شمای کلی از رسیدی که قراره که دریافت بکنید، یعنی اون ولت مقصد، مقدار به قول معروف انتقالی شما و کارمزد شبکه‌ای که اینجا براتون مشخص شده چه مقدار هست. الان برای این انتقال حدود 3 سنت یا 5000 تن شما باید کارمزد پرداخت بکنید. آدرس کامنتتون رو میتونید اینجا چک کنید. آدرس ولت هم ابتدا و انتهاش رو دوباره میتونید بیاید و چک بکنید. یک قیاس به این صورت انجام بدید، هر دو سمت رو نگاه بکنید و اگر همه چیز مورد تایید بود کانفرم اند سند رو بزنید و انتقال رو تایید نهایی بکنید. خب اینجا اگر پسوردی دارید روی ولت تون کیپرتون که اون پسورد رو وارد میکنید و انتقال نهایی میشه. با دیدن گزینه دان در پایین شما میبینید که رفته و تو بخش تاریخچه قرار گرفته، فعلا تو مرحله پردازشه و وقتی که انجام شد این قضیه شما میرید روی روی نرم افزار نوبیتکس. اینجا وقتی میاد وارد نرم افزار نوبیتکس میشید گزینه بازگشت رو میزنید. در این صفحه اگر قرار بگیرید، حالا این صفحه رو از کجا میشه پیداش بکنیم، برمیگردیم صفحه اصلی. شما در قسمت کیف پول، خب در قسمت جستجو در لیست اگر گزینه تون رو پیدا بکنید یا سرچش بکنید مثل این کاری که من کردم و روی تون بزنید وارد این صفحه میشید مجددا. اینجا جاییه که قراره ما میزان تون دریافتیمون رو که الان ارسال شده اونجا بتونیم ببینیم. خب بعد از حدوداً 5 تا 10 دقیقه، حدوداً 10 دقیقه ممکنه طول بکشه که شما میایید و اینجا گزینه ریفرش رو میزنید و میبینید که میزان موجودی و مقدار تقریبی به تومنش اینجا برای شما رویت میشه و مقدار تونی که انتقال دادید اینجا قابل مشاهده میشه.
خب دوستان، بعد از 10 دقیقه شما کافیه که قسمت به قول معروف ریلود یا ریفرش کردن و تازه کردن این صفحه رو بزنید و همونطور که می‌بینید به مقدار تقریبی 400,000 تومان که یک واحد توم بوده، حالا یه مقدارش به عنوان کارمزد از بین رفته، واریز میشه به صرافی نوبیتکس و از ولتون خارج میشه. حالا قسمت بعدی که من میخوام بهتون به قول معروف آموزش بدم، واریز ریال به نوبیتکسه که شما چطور میتونید قبل اینکه اصلا خرید و فروش بخواید انجام بدید، هر کاری بخواید رو نوبیتکس انجام بدید، باید مقدار ریال داشته باشید. به بخش داشبورد میاید سمت راست و اینجا قسمت واریز رو بالا میبینید. حالا این 400,000 تومانی که اینجا میبینید مربوط به همون مقدار تونیه که من واریز کردم به نرم افزار نوبیتکس، به صرافی نوبیتکس. واریز رو میزنید و اینجا قسمت تومان رو IRT رو انتخاب میکنید و از طریق درگاه اینترنتی پرداخت رو انجام میدید. کارتی که احراز هویت کردید از قبل اینجا براتون نمایش داده میشه. حالا یک یا چند کارت ممکنه اینجا وجود داشته باشه و اون کارتتون رو انتخاب میکنید. مبلغی که در نظر دارید که بخواید واریز بکنید به صرافی نوبیتکس اینجا وارد میکنید. و من اینجا مبلغ 10 میلیون تومان رو به قول معروف می نویسم. واریز تومان رو انتخاب میکنم و وارد درگاه پرداخت اینترنتی میشم. اینجا اطلاعات کارتتون رو وارد میکنید و در ادامه با زدن کد امنیتی درخواست رمز دوم رو میکنید و منتظر میمونید که در رمز دوم به دستتون برسه. خب با انتخاب گزینه پرداخت و تکمیل خرید، پنل شما بعد از یه مدت خیلی کوتاهی شارژ میشه. اینجا گزینه بازگشت به کیف پول رو انتخاب میکنید و منتظر میمونید که رو پنلتون بشینه. بعد همونطور که مشاهده میکنید 10 میلیون تومان نشسته روی پنل نوبیتکس و حالا شما میتونید که به قسمت کیف پول بیایید و موجودی خودتون رو به ترتیب اینجا مشاهده کنید. حالا اینجا روی صفحه تون مونده، گزینه بازگشت رو میزنید و به این صفحه برمیگردید. موجودی شما رو بر اساس اولویت بیشتر به کمتر اینجا براتون لیست میکنه که بیشترین مقداری که من از یک به قول معروف موجودی از یک ارزی حالا موجود دارم اینجا به صورت ریاله و بعد از اون تون که مجموعاً 10 میلیون و 400,000 تومان میشه. خب در مرحله بعدی ما قصد داریم که به قول معروف تبدیل ریالی که شما واریز کردید به صرافی به سایر ارزها رو بهتون بگیم. خب من الان اینجا 9 میلیون و 998,000 تومان فرضاً موجودی ریالیم هست و میخوام این مقدار رو کلا به ارز تون تبدیل بکنم و بریزمش روی این 400,000 تومانی که اینجا موجود دارم. خب شما برای این کار کافیه که وارد خود قسمت تون بشید و اینجا بخش رفتن به بازار رو میبینید که اگر در قسمت بالا که به قول معروف تون به تومان رو اینجا نشون میده بهتون، این گزینه رو انتخاب بکنید، میتونید با ورود به این بخش قسمت با تعیین قیمتی که میبینید اینجا نوشته این رو انتخاب بکنید و در قسمت سریع با گزینه انتخاب گزینه سریع شما آنی ریالتون رو تبدیل به ارز مورد نظرتون بکنید که اینجا ارز تون هست و با قیمت بازار و انتخاب گزینه سریع و میزان تونی که قصد دارید دریافت بکنید. حالا من اینجا به قول معروف این خط رو تا انتها میبرم تا اون 10 میلیون تومان ریالی که دارم رو کامل برام تبدیل به تون بکنید. در واقع این خطی که از 0 تا 100% شما میبینید بر اساس موجودی ریالتون به نسبت تعیین میکنه که چه مقدار تون از اون ریال ایجاد بشه روی پنل نوبیتکستون. خب من میخوام کل این میزان رو تبدیل به تون کنم، پس میام و 100% رو انتخاب میکنم و در انتها گزینه خرید تون رو انتخاب میکنم. اینجا یک به قول معروف تایید سفارشی ازتون میخواد که گزینه تایید رو اگر بزنید میتونید کار رو تموم شده بدونید. بله الان با ورود به بخش کیف پول میبینید که تمام مقدار ریال من تبدیل به تون کوین شده. در بخش بعدی ما میخوایم برداشت این مقدار تونی که به قول معروف روی پنل نوبیتکسمون در اختیار داریم به ولت تون کیپر رو بهتون بگیم که به چه صورت هست. شما برای اینکه این کار رو انجام بدید وارد همین قسمت تون میشید و قسمت برداشت رو انتخاب میکنید. شبکه‌ای که برداشت رو میخواید به قول معروف روش انجام بدید رو انتخاب میکنید که خب تون کوین فقط روی شبکه اوپن نتورکه و این رو انتخاب میکنید و اینجا آدرس کیف پول گیرنده و کامنت ازتون میخواد. اگر شما از صرافی به ولت تون کیپر شخصیتون میخواید انتقال بدید حتما این گزینه
بدون برچسب رو تیکش رو بزنید تا کامنت بسته بشه، چون نیازی ندارید که از صرافی به ولت و یا از ولت به ولت، از کیف پول به کیف پول، از شخص به شخص ممو یا کامنت وارد کنید. فقط در صورتی به ممو یا کامنت نیاز دارید که از کیف پول شخصیتون بخواید به صرافی ارزی رو در قالب تون واریز بکنید و اینجا نیازمند کامنت هستید. خب ما اینجا کامنت رو غیر فعال میکنیم. آدرس کیف پول رو نیاز داریم که میریم روی ولت تون کیپرمون و اینجا بخش ریسیو رو انتخاب میکنیم. اینجا آدرس تون کوینمون رو بهمون داده. گزینه کپی رو میزنیم، برمیگردیم روی نرم افزار تون کیپرز و اینجا آدرس رو پیست میکنیم. خب میایم پایین و مقدار برداشتی که میخوایم انجام بدیم رو تعیین میکنیم که من اینجا میخوام همه میزان موجودی تونی که در اختیار دارم روی نوبیتکس رو برداشت بزنم و بیارمش روی ولت تون کیپرم. همه اطلاعات صحیح وارد شده و گزینه برداشت رو میزنم. کد شناسایی 2 عاملی میخواد. شما از قبل روی صرافی باید به قول معروف اون بخش 2 مرحله‌ای رو حتما انجام بدید با نصب نرم افزار گوگل اتنتیکیتور و طی کردن مراحل روی صرافی نوبیتکس بتونید این کار رو انجام بدید که این بخش رو در اختیار داشته باشید. من وارد نرم افزار گوگل اتنتیکیتور میشم. اینجا بخش نوبیتکس رو من در اختیار دارم که شما احتمالاً نمیبینید، چون احتمالاً بخش رکورد ویدیو در روی این نرم افزار جوابگو نیست و جواب نمیده. حالا من کدی که دارم میبینم رو میام و حفظش میکنم 943 741 و اینجا واردش میکنم و اتوماتیک وارد این صفحه میشم و از من میخواد که تراکنش رو تایید بکنم. با تایید تراکنش و زدن گزینه allow که این کد تایید رو برای من از اسمسی که برام اومد وارد کرده اینجا به صورت اتوماتیک، گزینه تایید تراکنش رو میزنم و در انتها میره برای صفحه برداشت و حالا منتظر میمونم که اون مقدار تونی که درخواست برداشتش رو از صرافی نوبیتکس به ولت تون کیپرم ثبت کردم برام واریز بشه و این کار نهایتا 10 دقیقه ممکنه طول بکشه، بین 5 تا 10 دقیقه ممکنه طول بکشه. دوستان عزیز، بعد از سپری کردن حدود 5 تا 10 دقیقه شما اگر این سفر رو به روز رسانی بکنید با عبارت انجام شده در روبروی این تراکنش مواجه میشید. اگر برگردید به ولت تون کیپرتون و یک به روز رسانی انجام بدید میبینید که اون میزانی که ما از صرافی نوبیتکس درخواست کردیم به ولتمون میشینه. در مرحله بعدی من قصد دارم که سواب کردن یا تبدیل ارز تون کوین رو به نات کوین بهتون بگم. من میخوام این 25.66 رو به نات کوین تبدیلش بکنم. حالا سعی میکنم یه مقداری بذارم چون در ادامه یه مقدار تون نیاز دارم برای بخش آخر آموزشم و میام و 25 واحد تون رو به صورت کامل تبدیل به نات کوین میکنم. خب شما برای اینکه این مقدار رو بیاید تبدیل به نات کوین بکنید میتونید اینجا بخش سواب رو انتخاب بکنید یا میتونید وارد این بخش تون کوین بشید، چون میخواید تبدیلش کنید وارد این بشید و گزینه سواب رو انتخاب بکنید. اینجا ما میخوایم مقدار تونی که در اختیار داریم رو تبدیل به نات کوین کنیم. حالا میتونید تعیین کنید که چه مقدار از تونی که در اختیار دارید رو تبدیل بکنید. بالا بالانس رو براتون میزنه، موجودی رو براتون میزنه 25.66 یا 6643 دههزارم از ارز تون رو ما در اختیار داریم روی ولت و میخوایم که تبدیلش بکنیم. من اینجا گزینه 25 واحد تون رو به صورت کامل میخوام تبدیلش بکنم به نات کوین. در قسمت ریسیو که به قول معروف شما دارید تون پرداخت میکنید که یه چیزی رو دریافت بکنید، اون چیزی که دریافت میکنید رو پایین انتخاب میکنید که من نات کوین رو با نوشتن نماد این ارز که نات هست NOT انتخاب میکنم و وقتی که انتخابش کردم میاد و به هم نشون میده که شما در ازای 25 واحد تون قراره که 7129 واحد نات کوین با قیمت فعلی و در این لحظه دریافت بکنید. ممکنه بعد از انجام تراکنش یه مقدار بیشتر یا یه مقدار کمتر باشه چون قیمت لحظه‌ای در اون تایم متغیر هست. در ادامه گزینه کانتینیو رو انتخاب میکنید و اینجا تایید نهایی رو با زدن گزینه کانفرم انجام میدید. این مرحله ممکنه که یه مقدار طول بکشه. شما وقتی با کشیدن این گزینه به سمت راست تایید نهایی رو در واقع انجام میدید ممکنه در این قسمت یک مقدار با تأخیر طولانی مواجه بشید، شاید حتی حدود 1 دقیقه 2 دقیقه و به هیچ عنوان از این صفحه خارج نشید چون ممکنه یه مقدار طول بکشه.
خب همونطور که مشاهده میکنید کل مقداری که من درخواست سواب کردنش رو دادم به صورت ارز نات کوین الان اینجا قرار داره. در مرحله آخر چیزی که میخوام بهتون بگم انتقال یک ارز از ولت به یک ولت دیگه است. یعنی شما دوستی دارید، آیا خودتون اصلا ولت دیگری دارید و میخواید این میزان ارز رو از این ولت به اون ولت انتقال بدید. حالا من این انجامش میدم ولی خب تکمیلش نمیکنم. فقط یه نکته این وسط هست که میخوام بدونیدش. وقتی فرضاً میخواید ارز نات کوین رو شما انتقال بدید، گزینه سند رو میزنید و آدرس ولت مقصد رو انتخاب میکنید که من اینجا یه ولت مقصدی رو آماده کردم و به صورت SMS از یکی از دوستانم دریافت کردم فرضاً و کپی رو میزنم، میارم اینجا در قسمت مقصد گزینه پیست رو میزنم. خب اینجا نیازی به کامنت وجود نداره، شما اصلا نباید کامنت اینجا وارد بکنید چون گفتم کامنت فقط برای واریز از ولت به صرافی هست، یعنی واریز روی صرافی میخواید انجام بدید باید کامنت رو در اختیار داشته باشید. پس ولت مقصد رو من اینجا وارد میکنم و فقط گزینه کانتینیو رو انتخاب میکنم، میزانی که میخوام انتقال بدم رو وارد میکنم، دوباره گزینه کانتینیو رو میزنم و اینجا اگر کانفirm اند سند رو بزنم و انتقالم به راحتی انجام میشه و این مقدار تون منتقل میشه به ولت مقصدی که آدرسش رو من وارد کردم. حالا میگم گزینه‌های دیگه هم هست اینجا، بخش استیکینگ هست، بخش اسکن که حالا اسکن کردن QR کد ولت مقصد رو میتونید اینجا انجام بدید و سایر آپشن هایی که فعلا شاید همچین نیازی نباشه. الان قسمت بای و سل رو ما داریم که حالا برای ایرانی‌ها محدودیت هایی وجود داره، با کارت ویزا یا مسترکارت بتونید مستقیما از وبسایت هایی که براتون تعیین شده خرید رو انجام بدید و اینها دونستنش به اون صورت الزامی نداره. امیدوارم که تونسته باشم به بخش زیادی از سوالاتتون جواب بدم و شما کار با تونکیپر رو بتونید حداقل تا حدی که نیاز بهش دارید یاد گرفته باشید. مرسی، ممنونم که ما رو همراهی کردید. شبتون بخیر.